به قسمت 8 از این آموزش خوش اومدید. داخل این بخش می‌خوایم منطق و لاجیکی که برای اپ تاسک پیاده سازی کردیم و توسعه دادیم رو تست کنیم. یکی با استفاده از پستمن، ابزار پستمن و یکی هم برای تست اتوماتیک. برای این کار داخل دایرکتوری مربوط به تاسک یه دونه پوشه ایجاد کنید به نام تست و داخل تست یه دونه فایل بسازید به نام تست tasks.py و این کد رو که برای شما داخل دیسکریپشن قرار میدم اینجا وارد کنید و اضافه کنید. خب اتفاقی که داره میفته پای تست که توضیح دادم رو در قسمت قبلی یک فریم ورک یک کتابخونه برای تست نویسی، ریورس برای گرفتن یو آر ال از روی نام ویو استفاده میشه، ای پی آی کلاینت هم که توضیح دادم یک ابزاری داخل جنگل فریم ورک برای شبیه سازی درخواست‌های HTTP و از فایل های اکانت مدلز و تاسک مدلز هم مدل های یوزر و تاسک ایمپورت شدن. خب این دکاراتور چیکار میکنه؟ دکاراتور مشخص میکنه که این تست ما نیاز به دیتابیس داره و پای تست باید برای این تست دیتابیس رو آماده کنه. خب یه دونه تابع داریم که 4 تا قسمت داره. یکی برای اینکه یک تاسک رو کرییت کنیم، یک تاسک رو بخونیم، آپدیت کنیم و تاسک رو دیلیت کنیم. خب قبل از اون اول میام یک کلاینت ایجاد میکنیم و مساوی قرار میدیم با API کلاینتی که اینجا ایمپورتش کردیم. یک کلاینت تستی میسازیم و یک یوزر تست ایجاد میکنیم با متد user.objects.createUser. این create user از کجا میاد؟ داخل اپ اکانت models.py منیجر مربوط به یوزر ما یک متدی داره به نام create user. خب و داخل create user ایمیل و پسورد رو براش قرار میدیم. با client.force authenticate کاری که میکنیم اینه که لاگین میکنیم و دیگه نیازی به گرفتن JWT نداریم. خب داخل create اتفاقی داره میفته یک URL داریم که ریورس میزنه به تاسک لیست که همون صفحه تاسک لیست ماه که تمام تاسک های مرتبط با کاربر رو میبینه. خب اتفاقی که میفته یک ریسپانسی داریم و میام یه دونه درخواست از نوع پست میزنیم به این یو که اینجا براش تعریف کردیم و به عنوان بدنه میام تایتل و پریوریتی تاسک رو براش به صورت جیسون ارسال میکنیم و ریسپانسی که میگیریم رو داخل متغیر رسپ ذخیره میکنیم. چیزی که بررسی میکنیم اینه که ریسپانس دات استاتوس کدمون برابر 201 یا همون کرییتد باشه و تاسک آیدی رو یک متغیر داریم به نام تاسک آیدی. کاری که میکنیم اینه که ریسپانس دات دیتا که گرفتیم رو آیدیش رو برابر با تاسک آیدی قرار میدیم. برای قسمت‌های بعدی می‌خوایم ازش استفاده کنیم. خب اگر برابر با یک باشه به معنای اینه که تاسک کرییتد شده و درست هستش، یعنی عملیات کرییت درست انجام شده. خب این از کرییت بود. بریم سراغ رید. داخل رید لیست همه تاسک‌ها رو میگیریم و باید یک درخواست یعنی گت میزنیم و میایم تاسک‌ها رو میگیریم و استاتوس باید برابر با 200 به معنای اوکی باشه و تعداد تاسک‌ها باید برابر با یک باشه، یعنی اون ریسپانسی که میگیریم تا دیتاش لنش یا طولش باید برابر با یک باشه. خب داخل بخش آپدیت میایم و ریورس میزنیم به تاسک دیتیل، یعنی یک تاسک منحصر به فرد. خب برای تاسک منحصر به فرد لازمه که آرگومنت رو براش بفرستیم که همون تاسک آیدیه که اینجا گرفتیم و اون رو داخل URL دیتیل قرار میدیم. یک درخواستی میزنیم به URL دیتیل از نوع پوت و چیزی که ارسال میکنیم تایتل و پریوریتی هستش که میایم تاسک یک آپدیتد و پریوریتی هم از های تغییر میدیم به لو به صورت جیسون به فرمت جیسون و اون رو داخل متغیر ریسپانس ذخیره میکنیم. چیزی که بررسی میکنیم اینه که ریسپانسی که گرفتیم استاتوس کدش برابر با 200 باشه و ریسپانس دات دیتا تایتلش دیگه باید برابر باشه با تاسک یک آپدیتد، نه تاسک یکی که اینجا ساختیم چون اومدیم تاسک رو آپدیت کردیم داخل این بخش. خب این در رابطه با آپدیت و در رابطه با دیلیت یک درخواست دیلیتی میزنیم به کلاینتمون و URL دیتیل رو براش ارسال میکنیم، همین که اینجا ساختیم که شامل این بخش هم میشه و داخل متغیر ریسپانس میایم اون درخواستی که زدیم رو ریسپانسش رو ذخیره میکنیم و بررسی میکنیم که استاتوس کد برابر با 204 باشه و 204 به معنی اینه که نو کانتنت و هیچ محتوایی و هیچ پاسخی وجود نداره. 204 وقتی که حذف بشه به معنای اینه که دیگه اون تاسک وجود نداره و دیتابیس نباید هیچ تاسکی داشته باشه. خب برای اینکه این تاسکی که اینجا کدنویسی کردیم رو اجرا کنیم میایم به دایرکتوری اصلی پروژه و محیط مجازیمون فعال باشه و پای تست کیو اگه بزنیم همونطور که میبینید دو تا تاسک داشتیم که تست ما با موفقیت انجام شد. حالا چرا دو تا؟ خب یکی مربوط به اپ اکانتی که تست کردیم داخل قسمت‌های قبلی و یکی هم مربوط به اپ تاسک هستش. خب این در رابطه با تست اتوماتیک اپلیکیشنمون. خب بریم به پستمن، ابزار پستمن. کاری که میخوام بکنم اینه که بیام اول برم به API of لاگین. این رو من داخل قسمت قبلی رفتم. اگر ایمیل پسورد رو وارد کنم میاد و ایمیل پسورد کاربرم رو وارد کردم. یک درخواستی از نوع پست میزنم. بله فکر کنم من پروژه ران نکردم. بله پروژه ران هستش. میام و داخل بادی به صورت فرم دیتا ایمیل و پسورد رو ارسال میکنم. بله همونطور که می‌بینید یک اکسس توکن و یک رفرش توکن برای من برمیگردونه. اگر من اکسس توکن رو کپی کنم و بیام به اجازه بدید من بیام به API tasks.
خب اینجا می‌بینید که تسک‌های مرتبط به یک یوزر رو برای ما برمیگردونه با یوزری که لاگین کردیم. اگر لاگ اوت کنیم همونطور که می‌بینید به ما اجازه دسترسی به این صفحه رو نمیده، به خاطر اون پرمیشن کلاسی که ما داخل ویو تاسک لیست براش تعریف کردیم. ببینید API تاسک نمیتونیم تاسک ببینیم چون لاگین نکردیم. داخل پستمن کاری که میخوام بکنم بیام یه دونه درخواست از نوع گت بزنم به همین URL که این بالا دارم. خب اگر من درخواست رو بزنم و از هیچ اتنتیکیشن استفاده نکنم، همونطور که میبینید دارم همین پاسخی که اینجا دریافت میکنم رو اینجا هم میبینم. ولی اگر توکنی که گرفتم رو بیام بذارم این رو بریر توکن و توکنی که گرفتم اون اکسس توکنی که داخل این بخش گرفتم رو بیام و اینجا ارسال کنم براش داخل هدر درخواستم. همونطور که میبینید ما داریم اینجا تاسک‌های مرتبط با این یوزر رو میبینیم، ولی این بار از طریق توکنی که گرفتیم، همون توکن JWT که گرفتیم.